سلام به شما اهالی خوب شهرزاد. امیدوارم حال دلتون عالی باشه، پر از عشق، پر از آرامش، پر از حس خوب زندگی. خوش اومدید به جلسه دوم جذابیت زنانه. بچه ها، امروز میخوام براتون از یه موضوع خیلی مهم حرف بزنم. یه چیزی که تا اسمشو میشنویم سریع ذهنمون میره سمت قیافه، زیبایی، خوشتیپی، فرم بدن، مدل مو. هی میگیم فلانی خیلی جذابه، یعنی خوشگله. امروز میخوام در مورد جذابیت شیشگانه صحبت کنیم. تا میگیم جذابیت، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه فیس و استایله، در حالی که جذابیت فقط این نیست. به نظر شما یه زن جذاب تو این دور زمونه باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ تا حالا بهش فکر کردین؟ شما به عنوان یک خانم چطور میتونین جذاب باشین؟ یه زن جذاب تو این دور و زمونه کسیه که به اندازه‌ای که برای ناخن مژه و خوشگلیش خرج میکنه، برای کتاب و مغز و آموزشش هم خرج میکنه. همونقدر که زمان میذاره برای آرایشگاه رفتن که اتفاقا خیلی هم خوبه، همونقدر زمان میذاره برای زیبایی ذهنش، زیبایی سیرت و درونش. همونقدر که تلاش میکنه ظاهر زیباتری بسازه، چند برابر تلاش میکنه تا درونی مقتدرتر و جذابتر بسازه. دنیا عوض شده، دور و زمونه و معیارهای جذابیت عوض شده. همونقدر که تلاش میکنه که بتونه جذاب به نظر برسه، باید از درون روحیه استقلال خودش رو بالاتر ببره. در دور زمونه الان صدای زیبایی‌های درونی خیلی بلندتر از صدای زیبایی‌های ظاهریه. امروز میخوام در مورد جذابیت شیشگانه صحبت کنم. ببین، اصلاً و ابداً نباید به یک مدل جذابیت بسنده کنیم، چون آدمیزاد یک پک کامل از جذابیت هاست. فقط فیس و استایل نیست، جذابیت درونی هم داریم. اونایی که دلت میخواد ساعتها باهاش حرف بزنی، کنارشون بشینی، باهاشون بخندی، باشن کنارت. خب، حالا چرا این جذابیت‌های شیشگانه اینقدر مهمن؟ 2 دلیل طلایی داره که اگه این دوتا رو بفهمی، یه پله تو رابطه هات میری بالاتر. اولش اینه که ما باید خودآگاهی یا همون سلف اورننس پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی بشینیم صادقانه ببینیم من تو کدوم یکی از این 6 تا جذابیت قویم، کدومش رو دارم ولی باید بیشتر بهش توجه کنم، کدوم رو کلا ندارم و باید یادش بگیرم، رشدش بدم، واسه اینکه رابطم با همسرم، شریک عاطفیم یا حتی کسی که بهش علاقمندم شیرین و دلچسب و با دوام بشه. دومین دلیل مهمش واسه مجرد هاست. وقتی جذابیت های شیشگانه رو بشناسی، وقتی یکی رو میبینی و یه دل نه 100 دل عاشقش میشی، به خودت فکر میکنی که من عاشق قیافه شدم فقط، یا ویژگی های دیگرش هم برام جذابه. چون برای ساختن یک رابطه طولانی و موفق، یه عشق موندگار فقط قیافه کارو راه نمیندازه عزیز دلم. باید همه این 6 تا کنار هم باشه تا اون عشق پایدار و بی‌زوال شکل بگیره. خب، بریم سراغ این 6 نوع جذابیت که قرار زندگیتو متحول کنه. اولین جذابیت فیزیکیه. اول جذابیت ها رو میگم، بعد در ادامه براتون توضیح میدم که هر کدوم از این جذابیت ها چیا هستن. دومین جذابیت احساسیه. جذابیت بعدی جذابیت منطقیه. جذابیت چهارم جذابیت رمانتیکه. جذابیت پنجم جذابیت جنسیه و بعدی هم که جذابیت ششم میشه جذابیت زیبایی شناختیه. خب،
حالا باید چیکار کنیم؟ الان وقتشه که بری توی خودت دقیق شی، بررسی کنی، ببینی تو کدوم یکی از این 6 تا جذابیت قوی هستی، کدومش رو داری ولی خامه باید پرورش بدی، کدومش کمه باید بسازیش. این اسمش سلف اورنسه، خودآگاهی. یکی از قشنگترین و ضروری ترین مهارت های زندگیه. مثلا فرض کن من از نظر فیزیکی خیلی قویم، باشگاه میرم، تغذیه‌ام خوبه، فرم بدنم عالیه. از نظر منطقی هم توپم، اهل تفکر و تحقیق و مطالعه‌ام، کلی کتاب میخونم، حرفام پشتش منطق داره. اما از نظر احساسی چی؟ بسیار آدم سردیم. هیچ هیجانی منتقل نمی کنم. وقتی حرف میزنم هیچ شوق و ذوقی تو صدای من نیست. دلم نمی لرزه، چشام برق نمی زنه. خب این یعنی چی؟ یعنی جذابیت احساسی من کمه. یعنی باید برم روش کار کنم. جذابیت احساسی یعنی اون لحظه هایی که دل تو دلت نیست. یعنی حواست به حس طرف مقابله. یعنی وقتی برات یه کادوی کوچولو میخره از ته دل ذوق میکنی، چشمات برق میزنه، زبان بدنت نشون میده که خوشحال شدی. تو لحن صدا، تو چهرت، تو میمیک صورتت همه چی میگه من خوشحالم. حتی توی چت هم مشخصه، از ایموجی هایی که میذاری، از واکنشی که نشون میدی. وقتی همسرت زنگ میزنه و با یه ذوق بچگونه میگه یه خبر باحال دارم برات، ترفیع گرفتم، یا مثلا اون شلواری که میخواستم رو بالاخره خریدم، یا راستی ماشین ثبت نام کردم اسمم در اومده. اگه تو برگردی بهش بگی خب خوش به حالت، خب خوش به حال مامانت، این یعنی جذابیت احساسیت پایینه. یعنی داری با واکنش سردت ذوق اون یکی رو خاموش میکنی. ولی اونی که جذابیت احساسی داره میگه وای جدی؟ همون شلواری که میخواستی؟ چه رنگی گرفتی؟ عکسشو بفرست ببینم، چقدر خوب، چه حس خوبی گرفتم، زودتر بهم بگو چه خبر دیگه. حالا اینجا یه نکته طلاییه. خیلی وقتا خانوما میگن خوبه واسه خودت خرج میکنی، واسه خودت وقت داری، واسه خودت میری خرید، ولی واسه ما که همیشه خسته ای، برای من که انرژی نداری. اینجا همون جاست که رابطه شروع میکنه به سرد شدن. اون یکی دیگه با تو شوقش و ذوقش رو به اشتراک نمیذاره. چرا؟ چون حس میکنه حال خوبش تو رو خوشحال نمیکنه، حتی شاید اذیتت هم بکنه. و اینجا اون نقطه است که آدم‌ها چه زن چه مرد برای کسی با انرژی میشن، برای کسی خوش‌تیپ میشن، برای کسی زنگ میزنن، وقت میذارن و باهاش بگو بخند میکنن که اون طرف شاکر زحماتشون باشه. اگه طرف مقابل کسی باشه که جذابیت عاطفیش پایینه، دائم فاز منفی میبره، میری باهاش رستوران، میگه غذاش بد بود. خب حالا این همه خرجش کردی، بگو خوب بود، بگو کیف داد، بگو خوش گذشت، بگو مزه غذاش خاص بود، نوشیدنیش جدید بود، محیطش چقدر قشنگ بود، موزیکش چقدر قشنگ بود. آخه چی میشه اگه یه ذره قشنگ ببینی واقعا؟ همه جا منفی ها رو میبینی و میگی نه غذاش خوب نبود، برنجش خوش بود. خب این دیگه با تو نمیره رستوران، این دیگه برای تو خرج نمیکنه، دیگه برات زمان نمیذاره، ذوق نمیکنه، حس نمیگیره. عزیز من، هر جا میری بگو وای چقدر اینجا خنکه، چقدر باصفاست، چقدر قشنگه، وای اون خانم پرسنلش چقدر خوب و صمیمی راهنماییمون کرد، چقدر تحویلمون گرفتن. همه چی رو با ذوق و حال خوب و انرژی تعریف کن. بذار تو رو شریک لحظه های قشنگش بکنه. بذار عاشق باشه. بذار دلش بخواد تو رو مثل یه فرشته دوست داشتنی همه جا همراه خودش ببره. کسی که داره با ذوق از یک مسئله، از یه موفقیت، از دوستاش، از عزت و احترامی که بهش دادن، از امتیازی که گرفته تعریف میکنه، همراهش ذوق کن. اگه بخوای بی تفاوت باشی، انگار نه انگار چیزی شنیدی، جذابیت عاطفی نداشته باشی، خب دیگه برای تو تعریف نمیکنه. اصلا دیگه بهت نمیگه، چون میدونه تو اون انرژی و همراهی رو نداری. از همین سطح میخوام بهت بگم
من و تو هستیم که میتونیم ذوق اون شخص رو ارتقا بدیم، رشدش بدیم، یا بزنیم تو برجکش، کاری کنیم که از کار کردن و هدف گذاری و تلاش کردن زده بشه، بی انگیزه بشه، به روزمرگی رضایت بده. این معجزه کلام من و توئه عزیز دلم. این قدرت تأثیر کلام من و توئه که میتونه مرده رو زنده کنه. اما خیلی ها ازش غافلن و زندگی ها همینجور معمولی و سرد پیش میره. پس بیا با هم جذابیت‌های شیشگانه رو بررسی کنیم. خیلی از نکات رو واقعا نمیشه تو دوره‌های عمومی گفت. مثلا بحث جذابیت جنسی که خیلی هم مهمه، کلی نکات ریز در گوشی و یواشکی و خصوصی داره که قراره تو دوره‌های تخصصی ازش بگیم. واقعا از جذابیت‌هایی که برای خانم خیلی لازمه. حتی راجع به جذابیت‌های فیزیکی و ظاهری هم کلی نکته داریم. یه خانم باید به روز باشه، شیک باشه، جذاب باشه برای همسرش، از نظر تغذیه، از نظر استایل، از نظر بوی خوش، از نظر پوست، مو، لباس، رفتار، خلاصه از همه نظر. اما خب سعی میکنم نکاتی که بشه توی این مینی دوره مطرح کرد رو همینجا براتون بگم، چون این جذابیت ها با هم همپوشانی دارن. مثلا جذابیت احساسی به جذابیت جنسی هم کمک میکنه، جذابیت منطقی جذابیت عاشقانه رو هم پشتیبانی میکنه، همشون با هم در ارتباطن. بذار یه چیزی رو بهت بگم، جذب شدن فقط به خاطر جذابیت جنسی نیست. اگه فقط بخوای اون بود رو قوی کنی اما از نظر احساسی، رفتاری یا منطقی نتونی به طرف مقابلت حس خوبی بدی، تهش میشی یه ربات. یه سری مهارت مصنوعی یاد گرفتی، داری اجرا میکنی ولی از دل بر نمیاد. پس باید کنار اون جذابیت‌های جنسی حتما از نظر احساسی، رفتاری، منطقی هم رشد کنی، چون همشون مکمل هم هستن. یه هشدار مهم بهت بدم، هیچ وقت فقط به یه نوع جذابیت بسنده نکن. جذابیت فقط مربوط به فیزیک نیست. فیزیک یکی از انواع جذابیته، فقط یکیشه. اگه میخوای یک رابطه فوق‌العاده و موندگار بسازی، باید هر 6 نوع جذابیت رو بشناسی و رشد بدی. یه نکته طلایی هم اینجا براتون بگم. این جذابیت ها توی رابطه تغییر میکنن. اصلا بد نیست، اتفاقا خیلی هم قشنگه. مثلا اول رابطه جذابیت فیزیکی خیلی پررنگه، اکثرا اینجورین، غیر از اونایی که از همون اول از ظاهر طرفشون خوششون نمی اومده که اونا بحثشون جداست. ولی به مرور زمان وقتی با ابعاد روانی، هیجانی و شخصیتی همدیگه آشنا میشین، اون جذابیت احساسی و منطقی و فکری میاد بالا. اونجاست که جذابیت احساسی و منطقی پررنگ میشن. یعنی وقتی با دل و فکر جذب میشی، دیگه فقط ظاهر نیست. پس این جذابیت ها تو مسیر رابطه بالا و پایین میشن. هیچ ایرادی هم نداره، اما فقط به یه شرط. باید هر روز سلف اورننس یا همون سلف مانیتورینگ داشته باشی، یعنی خودآگاهی. هر روز یه آینه جلوت بذاری و خودت رو توش ببینی. الان کدوم قسمت من کم رنگ شده؟ اون رابطه جنسی بین ما کم رنگ شده؟ چطور میتونم جذاب ترش کنم؟ چطور میتونم بیشتر روش کار کنم؟ یعنی بیخیال نشید. اصلا هیچ وقت این قضیه رو نادیده نگیرید. میخوام یه سری جمله بهتون بگم که جلوه های کلامی جاذبه ها رو نشون میده. برای اونایی که تازه دارن با هم آشنا میشن، نامزد هستن، بیشتر حالا فرقی هم نمیکنه، ولی اینا نشونه هایی که وقتی طرف مقابلتون داره بهتون میگه میتونین بفهمین الان کدوم جاذبه تو رابطتون پررنگ تره، چون داره دقیقاً از همون باهاتون صحبت میکنه. بیشتر اوایل آشنایی این رابطه ها وجود دارن، این نشونه ها وجود دارن. دوران نامزدی، اوایل رابطه، مثلا تو جذابیت فیزیکی طرف ممکنه بهت بگه دوست دارم دستتو بگیرم، دوست دارم بگیرم تو آغوشم. اینا رو بهت میگه، یا حالا نگه حتی، ولی در عمل نشون بده، بیاد سمتت، نازت کنه، نوازشت کنه. یعنی الان تو براش جذابیت فیزیکی قوی داری. تو جذابیت احساسی طرف ممکنه
بگه این احساسی که تو به من میدی رو خیلی دوست دارم، کنار تو خیلی احساس آرامش دارم، کنار تو به خودم حس خوبی دارم. کلا هر چیزی که مربوط به هیجانات، تغییرات احساسی و حس بین دو نفر باشه میره تو همون بحث جذابیت احساسی. خب تو جذابیت ذهنی یا منطقی طرف ممکنه بگه خیلی برام جالب اینطوری به موضوع نگاه میکنی، چه خوب مسائل رو تحلیل میکنی، نظرت واقعا منطقی. یا حتی ممکنه هیچی نگه ولی تو رو یه خانوم کاربلد با فکر و منطقی بدونه، ازت مشورت بخواد، بهت احترام بذاره، یعنی تو براش جذابیت منطقی داری. تو جذابیت رمانتیک خصوصا برای دخترایی که تازه نامزد کردن، طرف خیلی واضح میگه عاشقتم، دوستت دارم، یعنی داره از اون قسمت عشق و احساسات لطیف صحبت میکنه که این میشه جذابیت رمانتیک. تو جذابیت جنسی بحث اون کشش و نیازه که میگه میخوامت، بهت نیاز دارم. این دیگه میشه همون نیاز جنسی، کشش، تمایل که بهش میگن همون بحث سکس اترکشن. تو جذابیت زیبایی شناختی طرف ممکنه بگه چهرت برام خیلی جالبه، اندامت خیلی قشنگه، چه استایل خوبی داری، عکست چه باحاله، و از این مدل حرفا که نشون میده داره زیبایی تو رو تحسین میکنه، یعنی جذب زیبایی بصری و ظاهری تو شده که بهش میگن همون جذابیت شناختی. حالا ممکنه یه سری از خانم ها بگن آقایون ما که از این حرفا نشیدیم، والا ما که ندیدیم که این چیزایی. خب عزیز دلم، این هنر زن هاست که رو خودشون کار کنن، بلندشن، بیستن، دست به زانوشون بزنن، عشق رو توی رابطهشون زنده نگه دارن، نذارن محبت بمیره، کشش ها خاموش بشه، جذابیت ها از بین بره. عزیزان دلم، خیلی خیلی دوستتون دارم، از ته قلبم براتون بهترین ها رو میخوام. مواظب عشقاتون باشین و یادتون نره که خیلی ارزشمندید.